خاطر اینکه این رژیم بعد جوری بهش فشار اومده هموطنان عزیز در مورد همین زرتشت و رنگارنگ و این اتحاد و این چیزا. و دیدم که این یه بساطی رو انداختن رضا پهلوی و همین شار محمدی شار مهدی و اینا رو دارن نشون میدن. حالا براتون میگم و این چیزا و میگن آقا بله یه 4-5 نفر هم گرفتیم به عنوان مجرمی که همین شعار برای اینا می نوشتن و دیوار نویسی میکردن برای اینا و این چیزا. به همین جهت من بلافاصله از امروز ازتون خواهش میکنم که تغییر بدید و فقط 11 تا. چرا میگم فقط؟ چون حالا بگیم رنگارنگ، میگه آقا این رنگارنگ یه تلویزیون ضد انقلابه، ممکنه بیشتر ازتون کنم. ولی وقتی می‌نویسی یا زرتشت دیگه دین مورد قبول خودشونه. حتی شما لازم هم نیست زرتشتی بشی، این چیزایی که من میگم و یعنی قسمت در قلبت شده باشی. شما آنوسی هستی البته، ولی خب همون شما مسلمانی. بنابراین درود بر شما آقای آذرخش. درود بر شما جناب. خوش. شما دیگه لازم برای خاطر اینکه حالا میگه فقط بگه آقا این به تلویزیون ضد انقلاب شما نوشتی، به بنده خدا گیر بده. چون الان دارن اینا مقدماتش و اینا رو میان همه اینا هم اول پیاده میکنن روی آدمای خودشون، مثل همین پهلویچیا و همین که میبینی به عنوان فلان این معرکه رو انداختم. خب یه آدم منم حواسم جمعه، چون برای من خیلی مهمه که من اینجا هستم شما اونجایید و من هوایتون رو باید داشته باشم، نه اینکه شما رو به خطر بندازم. به همین جهت برای من سلامت شما، وجودش نازنین شما خیلی مهمه و به همین بهتره که از این به بعد مثل یا زرتشت هم که اصلا نماینده داره تو مجلس، مثل جودا، مثل ارمنیا، مثل اونای دیگه. بنابراین یعنی دیگه دین مورد قبولشونه. حالا بگو اگه چیز آسان لازم نیست وقتی می‌نویسی یا زرتشت آقا منده تو فکر ببینم زرتشتی باشه خوش آمده، همه جا می‌نویسن دیدم هست ما هم نوشتم، یا اصولا میگه آقا من ننوشتم تمام شد و یعنی زیرشو میزنی. بعدم اگه استوکاری زرتشت مسئله نیست، چیز دیگه ایشون ننوشت یا زرتشت شاید هم بنویسم. این علتش اینه چون اگه الان توی خبر نگاه کنی اونا دارن این بحثاتو دارن راه میندازن، چون بهشون فشار اومده دارن کلک میزنن. ما اصلا همچین قانونی ندیده بودم در هیچ جایی که دیوار نویسی مشکلی داشته باشه، تمام دنیا می نویسن. پس بنابراین اینا نشون دهنده اینه که فشار زیاد و همه جانبه به اینا آمده. به همین جهت به هموطنان عزیز توصیه میکنم که یعنی حتما ازشون میخوام که از این به بعد بنویسن یا زرتشت. قبلش هم کی نوشته اون که دیگه نوشته هیچ بیخیال، اهمیتی نداره چون معلوم نیست مال کی بوده از الان. ولی 11 تا بنویسید تو یه ماه، حسابی هم بنویسید، برای خاطر اینی که این اتحاد شما به یه چیزی بستگی داره. اون وقت تو پچپچا رنگارنگو بگید. ما باید در مقابل هر کاری یه راه حلی داشته باشیم. سیاست هم چیزی نیست که مثل این چرت پرتای ادیان باشه که هزاران سال تغییر نکنه. هر چیزی که ما به نفع مردمه اونو تغییرش میدیم و اون چیزی که صلاحه انجام بدم. و به خصوص چون من در خارجم خیلی احساس مسئولیت میکنم نسبت به هموطنهای خودم. اگر هم نگاه کنید ما تا حالا کمترین اصلا چیز رو داشتیم و
چرا؟ چون من معتقدم، البته هم معتقدم همینی که این جمهوری اسلامی آنوسی هم دقیقا میدونه ما از راهی که دارم میریم از پایین به بالا روی یگانگی ملی حساب میکنم که یگانگی ملی افکار شما رو منظم میکنه در جهت یک یگانگی و در جهت بهروزی خودتون و چیز به همین جهت دیگه اون به خودتون بستگی داره که تا چه اندازه منو به متوجه بشی. من هم اینا رو واسهتون توضیح میدم. هر کسی که دیگه این مسائل به این سادگی رو متوجه نمیشه یه ذره حواسش پرته یا اینی که عجله داره، چون الان که شما هیچ جوری زورتون به این رژیم نمیرسه که راهتون فقط در یگانگی ملیه. الان ببین رضا پهلوی گردن کلفت مفخوره با اون ننه از طیارش و با بقیه شما گروه ها رو نگاه کن، اون نمیدونم گذارت دموکراسی، همه اینا مقابل شما هستن. شما خیلی میگه جمع اینا چقدرن؟ باور کنید 50,000 تا نمیشن. همون رضا پهلویش من بگم 2-3 هزار نفر بیشتر باشه، حتی هم مجاهدین هم بیشتر باشه. با این کثافتی بابایی زاده این 2-3 هزار تا خایمالن، دستمالن. به همین جهت شما اینا رو باید بفهمی. این که وقتی رژیم علنا داره عکسای اینا رو میذاره، عکس رضا پهلوی میذاره و بعد راجع به شاه مهدی اینا، چون میدونن زرتشت میتونه باعث چیز بشه، باعث اتحاد شما بشه. این ترسشون از اینه. چرا؟ چون اینا 1400 سال پیش این یهودیایی که 1600 سال بود مهمان ما بودن، با خیانت از داخل سوار بر اعراب، اگر نه اعراب نمیتونستن به این سادگی ما رو شکست بدن. اینا از داخل خیانت کردن. اینا اومدن و زرتشت که در حقیقت ستون ملیگرایی ایرانیان بود متوقفش کردن با کشتار بسیار زیاد با شمشیر عرب و سپس 1400 ساله که با این دینشون، با این اسلامشون دارن تو لباس اسلام دارن بر ما حکومت میکنن و مالمونو مفت و مجانی میبرن. به همین جهت که اینا خیلی زحمت کشتن زرتشت در ایران نباشه. وقتی که زرتشت برگشته به ایران، نه که برگشته، در قلبهای ما بوده. حالا ما خودمون در قلب خودمون با رضایت خودمون، به همین سادگی که دوستمون گفت، یعنی شما همین لازم نیست برید پلو هیچ زرتشتی قدیمی موبد نرید. این موبدها در حقیقت همه پادوها و این هندی مندی هن و غیر هندی هن، پادوهای همین حکومت و همین انگلیس ها هستن. اصل کاری این یهودی هایی که میبینی، اولا انگلیس تمامشون یهودی هن. یعنی نه که پایین، اون عین حکومت ایران، تمام حکومت و جاهای بخور و بانک ها و اینا همه یهودی هن. تو لباس مثلا مسیحیت، تو لباس انگلیس ها. بقیه مردم هم مثل مردم ایران، اونها یه ذره بعضشون بهتره. نه که در یه جزیره است. اینها این یهودی هایی که الان در لباس اسلام و اینا هستن یه عمره دارن میدوزن میبرن تو این جزیره. بعد یه موزه باز کردن به نام مثلا موزه، حالا یادم رفته اسمش چیه. آقا هرچی میدوزن یه مدت که موند اینا تونستن گم و گور کنن که معلوم نشه از کجا آوردن، میذارن تو اون موزه بلیط فروشی میکنن میفرن.
این پدرسوی عمر مال ایران و فقط این چیزاشو اینطوری میدوزن، میبره میذاره تو موزه لوور. اونم همینطور، اونم تو فرانسه است و اونم هم فرانسه هم اگه نگاه کنی هم رئیس جمهورش یهودی، هم اکثر چیزش هم مردمش هم یهودی. یعنی تمام اروپا رو اینا از کف بالا کشتن، چه برسه خاورمیانه رو. خاورمیانه رو هم الان دارن سوریه رو بالا میکشن، تمیز مردمشو حیران و سلنده کردن و از کشور وادار کردن برن بیرون. بعد این ایران آنوسی رو، این یهودی های ایرانی رو به اسم حکومت ایران مثلا داره از سوریه پشتیبانی میکنه، در صورتی که دروغه. این در حقیقت داره کمک میکنه که این جنگ ادامه پیدا کنه تا مردم سوریه از تک و تا بیفتن و از نفس بیفتن، درست مثل مردم مثل حوثی‌ها. حالا اونا رو براتون میگم.